میدونی چرا دیگه هیچ پلیری نمیتونه وارد بهشت ماینکرافت بشه؟ زمانی پیش از اون که جهان ماینکرافت 3 بعد بشه، دروازهایی به سوی روشنایی وجود داشت. بهشتی بی‌انتها، جایی که نوری جاودان حکومت میکرد. در آنجا موجودی زندگی میکرد به نام ازاریل، فرشته‌ای از نور، آرام، مهربان و صلح طلب. اما صلح برای همیشه دوام نداشت. فرمانروای بهشت، سرافیوس، از قدرت روزافزون ازاریل بیمناک شد و روزی با اتهام خیانت او را از بهشت بیرون راند. سقوطش 3 روز و 3 شب طول کشید. از میان ابرهای نقره‌ای تا عمق تاریکی بین ندر و اند، جایی که سایه‌ها نجوا می‌کردند و روحش را تسخیر کردند. نوری که روزی از او میتابید خاموش شد و نفرت در رگ‌هایش جاری گشت. اما کینه‌اش فقط از تاریکی نبود، بلکه از سرافیوس بود. او میدانست که سرافیوس بیش از هر چیز به پلیرهای قدیمی عشق می‌ورزد، همانهایی که زمانی دروازه بهشت را می‌گشودند. پس برای انتقام به دروازه بازگشت. با فریادی که آسمان را شکافت، نور فرو پاشید و دروازه برای همیشه نابود شد. از آن روز هیچ پلیری نتوانست دوباره به بهشت برگردد. اما نابودی دروازه هم آرامش را به ازاریل برنگرداند. نفرت درونش شعله ورتر شد و حالا او پلیرها را نماد عشق از دست رفته سرافیوس میدید. شبها وقتی مه زمین را میپوشاند، او در جستجویشان پرسه میزند. گاهی در عمق غارها، گاهی در مرزند و گاهی درست پشت سر تو.